بشار الاسد درک نماکو برسوا ایریشن فروکین اسرائیلی به سرگندوار شامه دا بده و طولا خو به سرسه روزنامه‌واننده هلدا. پشتی روزه که جلیدان اسرائیلی به سرگندوار شامه دا رژیم سوری تیما کانال اورینت نیوز لگندوار درعای کر آرمانجا موشکک گرماهی و دا انجام دا هر سه کارمندین اورینت نیوز این بناوه یوسف الدوس، رامي العاصمي و وینگر سالم الخلیل جیانا خوش دستدان. لگوری آگاهی تایبت دماکو هر سه کارمند برای خوددان دورا کوه جور و با آوائه کی زندی لسر اکران کانال اورینت نیوز آگاهی داوی پیشکش بکن هجمارک جشبی حین رژیم سوری ج قصر رستم الغزال و او آرمانش کرن و جبرکین بون و تنبونا درمان و آلاوین همشیاریه هر سه کسان جیانا خوش دستدان و خاطر خواه جیانه خواستن و میدان کوته دا گوتنک جگوله که بهستر بو والا هیشتن.